میگم انال وقتی رسیده که از این سکیلا یکی رو کنی به خاطر که تن بی پولی بیکاری مموته. راست میگی والا. حالی اینا رو به کی بفروشیم؟ چی رقم بفروشیم؟ بابا همونجی میریم میفروشیم. متى گپ زد میگیم لالا بیا کار متون فر ضمانت بدیم. میگیم لالا اسناد بسوخته. خب اسناد بسوخته لالا ضمانت نمیگه گفت ضمانت دوزی بدن که نباشه دیگه. خب داری تو نفر که ضمانت بدی؟ اشتنا دارم. یک باسکل ساز همسایه داره میفهمیدی؟ خب رفیق مام هسته. خب گاهی وقت میرم من پیش میرم قراره که 1 کیلو 2 کیلو انگوری مثلا قراره یا خود میشینه میخوریم میفهمیدی؟ خب قراره که دیگه تو خود آدم ساده پتانه دیگه هیچ چی نمیفهمه گپ به کجاست. قرار به سر نشون 60 میچسبونه. بسم الله الله اکبر. چی کردی تو دیگه؟ خوب فکر کردی. راست میگی. بریم یکی دیگر باز بعداً میفروشه. حالا فعلا هم یک کتی کنیم. یک کتی کنیم. هر روز هم زمان ده با. نمیشه. خوب فکر کردی. بیا که بریم. بهترین گپ. بریم. با قربان دم دروازه میشم الله صدا تو میشنوم استاد میشم وای آخ صدا تو میشنوم از دور و نزدیک الله مثال قمچه یک گل تازه میشم جزلفان سیاه تاری ربابم حالا چی میخوایی از این حال خرابم وای که فردای قیامت روز محشر شلیار نکنید تو نظام خود بینو همینجا پیار تو. بله یعنی نایا. سلام علیکم. سلام بابا. و علیکم. سلام علیکم. منده نباشه. خیال دارم بخیر سلامتی. زنده باشیم سلامت. شکر زنده باشیم. شما خوبه؟ شکر. گیلا رو نشناختم. اینا بابا چند روز یک روز بیامدم اینا همینجا یک منطقه که سکیل خریده بیدم رفیق می بیدم مشتری بدم دکن مگاهی میامد باسکل خود تیار میکرد انا گفته که ضمانت من بکن ما به اینا سکیل فروختم انا اینا بیامدم میگم که این سکیل دوزی صاحب داره. ماما جان بله 10-12 روز پیش یک سکیل خریدم من. خب با همون نفر گفتم که تو ضامن بده برام ضمانت بده که همین دوزی نباشه سبارو از کس دیگه نباشه. گفته خوبه بیامد قرار کرده همین لالار برام بگیریم ضمانت داد. گفته انا همین ضامنه هر وقت هر مشکل دیش همین سکیل اگه دوزی بیری شد هر گپ گفته بود بیا همین آدم تو از این بپرس این نشون میدم. خب آیا شما اون فکر بکنم سکیل بی اسنادن کس میخره؟ خب نه دیگه او برای من گفته که همین تو مشکل داره یکم ضمانت داد برای من یعنی لالار ضمانت داد برای من. تو همی آدم اشته تو به کدو عقل خودت ضامن گرفتی متى ساده بدبخت بیچاره ایرونه. ساده چیه؟ کوک یک به شما از این بچه خوب بگیریم. من ساده نیم ما عقل کمال ندارم من. این ساده باشه این کار میکنه این بکن باسکل سازی داره عماله. تو من چیکار کنم خودت گیلا؟ تو چه ریته میکنی؟ میگم این مرتکه میشناختی تو؟ کدوم مرتکه؟ همین که ضمانت کردی. اسمیو شما اسمی چی بود؟ عجب گل بود اسمیو. چی بود؟ اسمی عجب گل بود. همه تا میامد باسکل خورتیار میکرد نمیشناختم برد. یعنی سرای بلدی؟ نه در سرای. ای مرگی که بلد نیو. خود تیش نه ضمانت کردی دیگه. باسکل خونم. نه سرای بلدی، نه خونی بلدی، نه زندگی بلدی. بیا یک ترمز چای که تو با تو بیاورده تو به من یک ترمز چای است ضمانت کردی. هر روز میامد بابا. سر تو هر روز بخوره به خیر خوشی. باسکل خور میافتیار میکرد. تو چی رقم فکرها دارید؟ تو حالا پولدار خیلی پولدار شدی که شاید میشی ضامن میشی. مثل قدیم که اگه پولداریش ضامن شو اگه بی پول شاید شو. تو چی رقم مسلمونی تو چی رقم انسانی؟ تا به کی من با تو بگم؟ من رنج کردی رنج چی بخی؟ تو چی رقم
کوکو جان شما چی گپ داریم؟ ببرین کوکو برات کار خوریم. که ساده بدبخت بیچاره ایرونی شما به ایس ضمانت گرفتین. ما کجا برم؟ مسئله 18-20 هزار پول آخه. با خاکی که هستم باز که سکیل بیده اسناد دیش اسناد میسوندی. ببینین کوکو جان این مسئله 18,000 پول نیه که میری بخریدم این سکله. انال این مرتکه مری یله دادنی نیه. میگه تو 10 تا سکل دگرم میگه تو بجندی. تو خودی دزدا و وابسته ای. انال دم دکون مری یله نمیکنه. ما دم دکون نمیشیشته. یعنی من چه کار کنم؟ من چه کار کنم؟ مشکل من چه کار میشه؟ نه من چه کار کنم؟ او مری یله کردنی نیه. مرا پنجه قانون مسپوره. حال چه کار کو؟ وقتی که بیام آدم من پیش ازی ای گفت که مور مشناسم. حالا میگه نمیشناسم. خب کوکو جو هنی بچه منه بدیدی که ایسا که قلفگک چویه بدیدی که بسکل سازی قلفگک چویه بدیدم. اگه من قلفگک چویه کارتو میچرم نه که برده ببره کوکو خوب ما که دیگه چیزی نداری باگ بزو قبل نداری تو ایش نمی آدم تو بیش به من قلفی چویه از ایش نمی زمین گرفتی ازی ها تنی فکر بکن من به این گپا نمیفهمم. میر خودی خو میبرم که خودی رو تصفیه حساب کنم. تصفیه حساب ورده ببره خودی تصویر ساک هر دقیقه که گرد میزنی گرد کن وقتی کاکا بریم وقتی جلوی شو که بریم کجا بره؟ و همونجی بریم من خودت رو تصفیه حساب میکنم. بابا وقتی یعنی من چیکار کنم ها من چیکار کنم بابا تو کار ندارم. ها طرف حساب متونی. ماما کردن بعد باشه میدیونیم همال شم زایب ده تخت کم دارم ماما من تختات رو به جا مندازم میفهمی؟ من تو رو شیار میکنم اونجا که بری یک بار. وقتی بریم وقتی من زمانت نکردم اشته زمانت نکدی روی برو چیش به چیش میگی زمانت نکدم نه میشناسی هم حال تو خف خور میزنی کی میشناسم همون نفر که زمانت کدی حالا میگی نمیشناسم ای که به من چای می آورد. من نمیشناسم هیچ کی بابا نمیشناسم دروغ بگه بابا گردن به من دروغ بگه ایلم من نمیشناسم صبر کو کجا میری؟ کجا میری؟ صبر کو من چیه بگو صبر کو با بیلا چی خاک سیاه سخت کنم وای 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 این بچه شما بجیست هرچی دویدم برای عده استاد نشد. یا من چیکار کنم هیچی وقت از این بریم خودم شما چرا کجا برم من بابا جان وقت از این بریم همون آدم بگیم که بچه من ساده بود نمیفهمید زمانت همی آدم کرد که مریه نکنه. من آدم چی میشناسم که ما برم پیشیو میشناسی حالا من معرفی میکنم برای تو. وقتی بریم کوکو جان وقتی من نمیرم کوکو برو برات کار خورو پی اوقات تلخین هستن بچه شما بجیست برف هم خود شما حداقل بریم همونجا یک بار شمار کن نمیکشه نمیخوره شمار بگیم که با سر بچه من فیلم بازی کردم. من میتو بگم وقت از این کوکو جان انا میرم سک اگه می کار اگه خلاص میشی انا میرم یعنی کنم این چوبا که برای چوب بازی خوبه اگر چند تای سیوا کنم باشی هره نکنم فقط شما شدم چه کاره؟ چه دیکو خیلی کدی؟ نه با چه به گریه؟ آبا ها چرا بیامیدی؟ مرتکه که در سر نما بابا نمارم با چه کار شده؟
خدا تو رو به خیر خوشی خیر نده. با چه کار خدا تو رو شده؟ به خیر خوشی در بدر کنه. آنه تو ببینی من آدم غریبه یا خیلی تو بیاره لا حول آل چی مستعمل گریه میکنی؟ خب بگو گپ پر بگو. مرتکر نفری میکنم من گپ بخور بگو چی گپ بخور بگم. خب چه کار نکردی که مردکر بی گناه نفری میکنی؟ یک مرتکه که بدم باسکیل سازی هر روز می 20-25 روز یک ماه میشه میای بدم باسکیل سازی. یک دمی به من چای میاره یک دم به من انگور میاره. ما چیم گیل تو مثل برار منیم مثل برار خود ترمایم. خب انا بیامد اگه یک 10 روز یا 12 روز بشه یک مرتکه که بیامد اگه نگفته اگه می سکیل ما بفروختم بزی همین سکیل بفروختم بزی بابا فروختم انا تو چیز کو زمانت مر بکو انا من زمانت تیر کردم انا مرتکه بیامد اگه بدم باسکیل سازی آمد که این دوزیه مر بیامد پیش بابا برات نساش یلیا مر ماست بابا یک برات پیشی بجستم بیلا زمانت مردکر کردی موتور مردکر ببردم. مرتکه بیامد ایر بگرفته دوزه تو بخی برو سکو پیش بابا نمیشناختی کی بوده؟ نه نمیشناسم مثل رایلم بلد نیام با من انگور میام و چای میام عباس تو برار من بخیم یک دقیقه برو پیش بابا سکو من هیچی کار ندارم بلکه تو رو بکشم. تو سکو تو براری من تو چرا زمانت کسر میکنی؟ من نمیفهمیدم این مرتکه گوغر رفیق منی برار منی به دنیا به می کارا به سرد شیره ملیدن دگه گو به می دنیا تو برار منی به دنیا هم گو معلوم نیه به می کارا به سرد شیره ملیدن. نمیفهمیدم من تو سکو به این شرایط خراب زمانت برار خو مردکه نمیکنن تو بفتی زمانت به چی مردم میکنی؟ تو بخواه با چو محرم میکنه تو سکو برو به سر شیلیا ای بابا شیلی سوی میکردم من هم میزنم من کار ندارم تو متاسفی دیگه میگه پیش نرو که میفهم میشه بفهمه که برار منی بابا کجا بود؟ سر شیلیا تو که اکله بکن برو سر شیلیا سکو مرتکه خب اگه بابار ببرده باشم تو برو سکو دل جام شد من دل مولنگ آما کجا برم برای از او؟ تو بیا میگم سکو ترک میکنه گوش کش ترک میکنه تو برو سکو کلکش خوبه کجا برم؟ متاسفی دی استاده متاسفی دی پیش بابا متاسفی دیه؟ مرتکک پیش بابا شیشته بده خور نشون ندی بفهمیدی اشته کنه اگه بابا رو ببرده باشی چه کار کنم من خیر نبیده هر کسی میتو به سر میتو آدم های یخم که دی فیلم بزی میکنه خیر عجیمونی خوبه خیر نبینه اگه پیار من ببوده باشه گردنم من پشت پیار من میکنه پوره میتیله میده شونا پیار من لیست کرد کوکی اگه به زیر درخت های پیش شیلی هایم بابا که اینجا گفت نی بابا درک داره نی هم موتر پس به کجا هایه خدا میدونه کجا رفته من مثل که بابا خورم بابا مر ببردن خود خوب خب به سر توشه چی بلال باری ما بردم چه کار کنم نیم مگم پس برو ببردم بابا ببردم چه کار شو؟ خب چه اره نکرد اینا؟ یاد نداشتم چه کار شو؟ چی کار یاد داری؟ برفتم سر شیلیا نی بابا بودک نی موتر بود نی هم مرتککی بودک
ببردم بابا رو ببردم خودی خو راست میگی نه بابا بودک نه موتا بود نه مردکه که چی با کارت با ما به درد دستی نخوری کو زنگ بزن بابا کو زنگ بزن یک زنگ بزن بگو بابا کجایی بابا خیلی مرتکه که بابا دشه بابا تو غلط داره نه که بخش حالک اصلا مرا نمیکنی حالا هره میکنی بله بابا خوی ما خیر این بگو کجایی بابا شو کجایین بیلا خودی کی خال مقال داریم بابا خو یک رقم قناعت دینم مردگه خب بابا جان برای بگین که بچیم امیت آدم ساده امیت اشتباهی کردن بیاین بگین سراغ با شما ضمانت میدیم خو یک کاری بگو که مردکه رزیشه وای 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 خوبه خیره خداحافظ خدا مقال نکنین اگه میت زودی خودی خلاص کنین بگی نمیفهمیده خداحافظ چی میگن مردکک میگه باشه کوری خانه عدیم ما میگه نمیگذارم مار میگه ببر کار کلون شده الهی بخی هیچ کار دست تو ما خیر نده بخی رو سر شریعه خو شریعه علک شریعه غلفی خود بسته کردی غلفی بسته کردی آه و خوب سر شلیه بخی بس بابا شلیه سوی کنم من نگاه عرق کنیم اینا